تغییرات در این تابلو روزهای اخیر طبع بسیاری ها را خیره می کند، به خصوص نزدیکان مهاجران را که برای گرفتن مبلغ فرستاده عزیزانشان به بانک می آیند. منصور جان شانظرف مهاجر بود و دو برادرش حالا در روسیه هستند. خبر پست شدن قرب روبل را با درد قبول می کند. مهاجران در همون شهرهای روسیه کار میکنند، معاشی که میگیرند روی میکنند، مده هیچی میشه، با همون قیمتی سر میشه و با همون ارد و روغن با نرخش میخیزه و با چقدر دیگه زندگی مشکل میشه، با مشکلات با همین قدر دیگه زیاد میشه. اگر همین قرب پل روسی کمتر بالاتر میرفت، با همین نمیفرامد، با زندگی یک چیز سبک میشید، از زندگی کمبغلا با پیش میرفت. باز اینکه قرب پل که همین قدر پایه رو همین قدر با زندگی ما مشکل میشه، با همین عذاب در گردن خلق کمبغل بیچاره. پایان روی قرب روبل از ماه انور به این طرف ادامه دارد. اگر ماه انور 1000 روبل به 148 سامانی برابر بود، حالا 126 سامانی است. نزدیکان مهاجران از پایان روی قرب روبل ناراحتند، اما میگویند چیزی از دست آنها نمی آید. من زندگیم در سوم امروز در کارم اجداد کنم که روبل 140 شود، یک مو اجداد کنم و یک مو چی خورم. من 10 سوم ژیلت نمیکنم، من 10 سوم میگم دوای من زندگیم باید پیش برم. مجبورت فرق ندارم. این یگان ریشه معمول نیست یا که یک مو اجداد کنی کورس خیزد. بهرام شریپوف بانکری پیشین و کارمند انستیتوت اقتصادیات اکادمی علم‌ها موضوع قرب اسعار را همیشه پیگیری می‌کند. به نظر او این عامل‌ها باعث سقوط اسعار روسیه شده است. سببش تاثیر تحریم‌ها با اقتصادیاتی، یکم تاثیر تحریم‌ها با اقتصادی روسیه که از طرف دولت‌های غرب قبول کرده شد. دوم این محدود کردن سودا با مملکت‌های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی درآمدی اسعاری می آورد به روسیه. و سوم این فروش گاز و نفت و دیگه بیاش به دولت‌های شرق با نرخ پست. همه این تاثیر رسانده است که به بودجه روسیه و دیگه فوندهایی که فوندهای ذخیروی دارد کمتر مبلغ وارد شده. با نظرداشت جنگ و پرداخت نمودن حق خدمت جنگاوران دیگه اون چیزهایی که پیشنهاد کردند خراجات بودجه رو زیاد کرده ایستاده است. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین و اعلان تحریم‌های غرب علیه مسکو، قرب روبل یک بار انخیل پست نشده بود. کارشناسان روز کاهش درآمد از فروش نفت، افزایش واردات، ترک روسیه کردن شرکت‌های خارجی و تحریم‌های نوبتی اروپا را از سبب‌های یک باره پست شدن قرب روبل روسی می‌دانند. در تاجیکستان هم نظرها به آینده روبل چندان خوشبینانه نیست. از نقطه نظری اقتصادی بازاری گیریم، ما اینا وقتای پیش هم گفتیم که قرب ریالی روبل روسیه نسبت دلار باید تا 120 شود و همین نشان دهنده میتواند مابین نیم سال 7-8 ماه در عمل تطبیق یابد. برای همین مهاجران ما باید در خراس نباشند. این همش تاثیرهایی که نه حکومت جمهوری تاجیکستان نه بانک ملی نه و یا تاثیر رسانده نمیتونن به این جریان ها. این جریان های گلوبالی میباشند. خود روسیه به این تاثیر رسانده نمیتوند. برای مهاجران و نزدیکان آنها مهم نیست که چرا قرب روبل پست شد. اکثر آنها تنها میخواهند قرب اسعار روسیه بلندتر باشد تا مبلغی میگرفتهشان با سامانه بیشتر شود. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.